باز همین سلیقه من، شاید اشتباه بوده باشه. سویچ ترشی غالبتری داره، انگار طعمهاش زنده تره توی پالسار. احساس میکنم به خاطر بستریه که گرمای آب داشته، یعنی این دمایی که میره بالا و میمونه، یا به خاطر کفی تختشه. بازم تست میکنم ببینم تفاوتی رو احساس میکنم بینشون. سویتنسش بیشتره، شیرینی بیشتری داره هر یا سویچ. آروماهاشون، طعمهاشون تقریبا برابره. شخصا توی بستر پالسار بیشتر ترجیح میدم، خاطر اینکه شدت طعمیشون، نوت‌های طعمیشون بسیار پایدارتره و بسیار شفافتره به نسبت روش همجواری در دم افزار هر یا سویچ.